دوبله شده در استودیو جن. مامان ببین هیچی بهش نمیگی باشه؟ البته که نمیگه. درست نمیگم مقدس؟ مقدس جون، مبادا تو این دخالت کنی عزیزم. به این جریان کاریت نباشه اصلاً. وای شما چی میگین؟ من انقدر زن بدجنسیم؟ منم نمیخوام عروسم ناراحت بشه. برای همینم البته که بهش میگم. خب دروغ گفتن کار بدیه دیگه. مامان تو چی داری میگی؟ ببین مقدس، نبینم همچین کاری بکنی وگرنه همه چی تموم میشه ها. فهمیدی؟ مادر من میرم بیرون، برای شام منتظرم نباشین. چی میگی؟ چی داری میگی؟ پسرکم میخوای من به عروسم دروغ بگم؟ خدا منو بکش. مامان ببین دور تو خط میکشم ها. میرم اون ور دنیا، آمریکا یا هر قبرستون دیگه هم بر نمیگردم. تو منو تهدید میکنی؟ بله اگه تو باعث چی از زینب جداشم بله آره. ایش بس دیگه بابا، انقدر به هم فشار نیارین. منم دیگه کردین ملکه بدجنس. بابا اعصابمو خورد کردین، دست از سرم بردارین دیگه. مامان عزیزم. چه خبره؟ چیز عزیزم داد زدن امروزه. زینب جون چطوری؟ خوبم مقدس خانم، شما چطوری؟ جونم راستش اصلا از این بهتر نمیشد. البته حتما فکر میکنی دارم اغراق میکنم، اما واقعا از این بهتر نمیشد. چشم نخوری، فقط به ما کاریتون نباشه دیگه، هیچ مشکلی نیست. این زینب خیلی دختر شوخیه ها، مگه نه کاری ندارم عزیزم. حداقل فعلا. زینب جون چطوری دخترم؟ خوبم گلسوم خانم، شما چطوری؟ منم به خدا خیلی خوبم. حتی هنوزم از این بهتر نمیشد. مامان آره. ببین از این امتحان کردی خیلی خوشمزه شده. نون خیلی خوشمزه شده فاته؟ ها آره نون آره خیلی خوشمزه شده. یکم ازش بخور ببین چطوره. چی کار میکنی فاته؟ خب امتحان کن. من میدونم چی کار میکنه این. مامان جون اینو بخور ببین چطور شده. گولای پختتش خیلی خوشمزه شده ببین چطوره. عزیزم میگم ما بریم یه جای دیگه شام بخوریم. یهو هوس کردم یه رستوران تازه این ور باز شده، بریم. فاتح جون گولای این همه غذا پخته گناه داره. تو چرا یهو اینجور عجیب غریب شدی؟ هیچ. زینب اصلا یه پیشنهاد دارم، دوتایی یه قهوه بخوریم. نمیشه. نمیشه. تو وقتی قهوه میخوری شب نمیتونی بخوابی. قهوه رو با هم بخوریم مقدس، خیلی وقت دوتایی با هم تنها نبودیم. مادرشون البته که با شما تنها میشیم، اما اول با عروسم. جونم اصلا. مقدس خانم من از قهوه خوردن با شما توبه کردم. ایش هر جور راحتی، من چیزی برای از دست دادن ندارم. دختر تو از کجا پیدا شد؟ چی میگه یادگار؟ اینا که میگی راسته؟ آره آیفرم راست. این همه سال به داداشم گفتم واقعیت رو بگو، گفتم منو تو این گناه شریک نکن، گفتم داری به زینب ظلم میکنی. اما خواهر حالا چی میشه؟ میخواین چی کار کنی؟ آخر عاقبت این وضع چی میشه یادگار؟ نمیدونم آیفر چی بگم. میگم برم وایسم تو روی زینب همه چیو بگم، ببین این جوریه اون جوریه، اما عصبانی میشه. خب همین دیگه یادگار، باریکلا. قشنگ زینبو بنشون بغل دستت، بهش بگو دخترم جریان اینجوریه که من میگم، بهش بگو، وگرنه حالا همین جوری میمونی یادگار. خدایا منو بخور راحت شم. مامان چی کار میکنی؟
بگو ببینم خودت اینجا چیکار میکنی؟ اومدی کمین کردی تو یهو بپری رو سر من بیچاره؟ اگه نمی اومدم خدا میدونه چی کار میکردی. مگه چیه؟ اومدم به زینب جونم شب بخیر بگم. مامان جون ببین خواهش میکنم هر چی شنیدی فراموش کن، کلا از حافظت پاک کن. همچین چیزی نیست. من چه میدونم؟ من چی شنیدم؟ من فقط میدونم زینب. مامان اینجا چه خبره؟ عزیزم مامان دندونش درد میکنه، دارم شده انرژی دار میدم. استدیو مامان جیم. جون سب کن، حرف نزن، بذار دردش تموم شه بعد. مامان بسته تو برو تو عزیزم، من برم انرژی بدم و بیام. باشه برو. مامان بسته، تو برو عزیزم، تو برو. باشه عزیزم برو. مامان خواهش میکنم برو. منتظر میشم. تا صبح همینجا وای میس. منم وامیستم. زینب زینب جون زینب براتون یه نامه اومده. نامه نوشته؟ نمیدونم از کیه. زینب صبر کن. زینب معذرت میخوام. فاتح تو چطور همچین چیزی رو ازم قایم کردی؟ عزیزم از رو عشقم به تو قایم کردم، به خدا چون دوست داشتم نگفتم. این که خلبان بودی؟ چیبان؟ خلبان اینجا نوشته مدرک خلبانی. وای فاتح فقط مونده بود بری پرواز کنی. ها من با این میخواستم غافلگیرت کنم. من خلبانم، آره مدرکم اومده. من بیا عزیزم بیا برات توضیح میدم. بیا چی رو توضیح میدی؟ من خب میخواستم بهت بگم ولی خب فرصتش پیش نیومده بود. میدونی الان خب خودت فهمیدی دیگه. باشه برو. جانان خانم فقط از همه مهمتر زینب اصلا نباید اینو بفهمه. باشه منظورم دکتر بودنتونه. مثلا ما توی کافه تصادفی با هم روبرو میشیم. خب من آدرس کافه رو براتون میفرستم. فقط شما مثلا دوست منین. خب باشه یادتون نره. باشه سلین جون اصلا نگران نباش. بازیگری من مثل دکتریم خیلی خوبه. نمیدونین چه لطف بزرگی بهمون میکنین. خیلی ممنونم. خداحافظ. چی شد میاد؟ آره میاد. یه دونه ای سلین. حالا ما اینو چجوری ببریم اونجا؟ حتما یه بهونه‌ای میاره. دیگه اونشم داداشم حل کنه. میتونه نه؟ میتونه. پس بریم به فاتح خبر بدی. باشه. عزیزم حالا میبینی همچین روز هیجان انگیزی برات بسازم. هرچی مشکل و استرس داری یهو از بین میره، قول میدم. من که مشکلی ندارم فاتح. نه مشکل که نه، همینجوری کلی گفتم. داداش
کجا دارین میرین؟ داداشت پاک دیوونه شده، منو میبره پرواز کنیم. آها چه خوب، برین پرواز کنین، خوبه. آره واقعا چقدر جالب. برین خوش بگذرونین، اینجوری فکرتم باعث میشه. خیلی خوششانسی ها. اگه اینقدر دلتون میخواد خب شما هم بیاین. ای باشه. نه خیر، همش با اینا. کجا میریم؟ ما کار داریم عزیزم. نمیشه ما یه کاری داریم. شما بریم. کار داری؟ شما از کی تا حالا اینقدر جونجونی شدی؟ بریم زینب. خیلی خوب باشه پس فعلا. داداش جریان دکتر رو حل کرد. دکتر؟ یکم آرومتر حرف بزن. فاطمه بودو دیگه. باشه عزیزم، اما هنگ میشه. ارم جون باید زود همدیگه رو ببینیم. اصلا نمیدونی چه خبری برات دارم. آره عزیزم، بشنوی دهنت از عجب باز میمونه. بگین خاله مقدس گوش میکنم. اصلا اینطوری که نمیشه. میگم خیلی چیز مهمی فهمیدم. باید زودتر بیرون با هم قرار بذاریم. باشه میذاریم، من بیرونم. باشه عالیه. این یه روز که این خبر رو تو دلم نگه داشتم نمیدونی چقدر عذاب کشیدم. اصلا خیلی خوب، پس حتما زود همدیگه رو ببینیم ها. مقدس، این خبر رو تو دلت نگه میداری. کدوم خبر مادر جون؟ من واقعا نمیدونم از چی حرف میزنی. که نمیدونی؟ چشماشو نگاه. مگه چشم چشه؟ وای نکنه پف زیر چشم در بردم. مقدس، تو این قضیه دخالت نمی کنی. تو عمرت برای یه بارم که شده جلوی زبون تو میگیری. به خاطر زینب نباشه به پسر و نوه خودت فکر میکنی. مادر جون، من هر کاری که میکنم به خاطر بچه خودم میکنم. گمون نکنم. مریم خانوم خیلی خوش اومدین. کاش 5 دقیقه قبل می اومدین. دخترتون زینب پیش پای شما رفت. مقدس، خوش اومدی مریم خانم. ممنونم گلسوم خانم. بفرمایین بشینید. آخه اتم این دیگه چجورش ها؟ قایم کردیم یه جا، بهش گفتیم هم اینجوری. انگار این ناراحتی تمومی نداره. تموم میشه بابا، کدوم مشکلی تموم نشده؟ از من بیپرسی شما بهترین کارو کردی. اگه زینبم مثل خودم بزنه به در و لج و لجبازی چی کار کنیم ها؟ یه 26 سالم منتظر اون بشین؟ فکر نکنم. اگه اینطوری بود از اون ولی دنیا برمیگشت بیا. خیلی ببخشید کاپیتان، اما توی دندگی تو لنگه نداری با خدا. مردشور منم ببرن. آی کامیل چی کار میکنی؟ پاشو کل دق و دلیمو سر تو خالی نکردم. انگار من کافی نیستم. منم اعصاب ندارم بابا. به حرف تو کردیم سوار این شدیم، آخرش چی؟ دست و پامون خوش شد، همه جامون گرفته. چی کار میکردیم بابا؟ میموندیم همونجا؟ مگه من میگم میموندیم اونجا؟ یه هواپیما مینشستیم میومدیم دیگه. بابا کامیل مگه از چایی پول در آوردیم که سوار هواپیما بشیم؟ بابا از ماهی که در آوردیم اونا رو چی کار کردی؟ وایسا، نه من اونو خرج نمیکنم. اون پول عروسیمه، پیاده میام اما خرج نمیکنم. بابا جون من بلیت تورم میگرفتم، پس رفیق به چه درد میخوره آخه؟ چی؟ پسر اینا الان میگن آفرین به تو. برو کنار ببینم. آقا تو هم سکارو بده ما بریم. بگی کامیل بگی. خدا این چه بدبختی به ما دادی. چقدر باید بدبختی بکشیم؟ بس دیگه خسته شدم. اون شوکت خانم دستش درد نکنه، ما رو اونجا ول کرد اومد. اما نه اینجوری نمیشه. دیگه میرم جدی با کاپیتان حرف میزنم. حرف میزنی؟ خدایی موندم میخوای چی بگی آخه؟ میگم آقا اینطوری که نمیشه بابا. مگه ما چتریم که اونجا ما رو جا گذاشتی اومدی؟ اینا رو میگی؟ بگو داداشم بگو، منم پشتم، تو میتونی. کامیل نخند، میگم آقا دیگه شورشو در آورده. بابا ما آدمیم، غرور داریم، غیر اینه. راست میگی داداشم.
منم وای میستم تو روش، منم حرف میزنم. حقمونو میگیریم، باید حقمونو بگیریم. ما چت نیستیم. ما چت آی ننه همه جام خوش شده آی ننه کمرم. آی سعی میکنم درکتون کنم مریم خانم، اما متاسفانه نمیتونم. چطور ممکنه یه مادر این همه سال بچه‌شو تنها بذاری بره؟ صلاح کار تو این بود گلسوم خانم. چه صلاحی؟ دلیلش چیه؟ متاسفم اما این جریان فقط به خودمون مربوطه. اشتباه میکنین. زینب جزئی از خانواده ما هم هست. بهتون گفته بودم خانواده برای من چقدر با ارزشه. درباره زینبم قبلا بهتون هشدار داده بودم. زینب دختر منه گلسوم خانم. مطمئن باشین ناراحتی اون منو بیشتر از شما اذیت میکنه. اونو شما ناراحت کردید. شما دوتا. من اومدم اینجا تا با زینب حرف بزنم، نه اینکه با شما بحث کنم. به حد کافیم ناراحت هستم. روزتون بخیر گلسوم خانم. خب منظورم از پرواز دقیقاً همین بود زینب جون. فاتح باورم نمیشه. یعنی همه این هواپیماها مال توئه؟ آره؟ شوخی کردم. با اون کوچولویی که اونجا میبینی خیلی وقت رفیقیم. قبل از اینکه برم آمریکا مرتب یه پام اینجا بود. بعد رفتم آمریکا، تو رو دیدم، با هم برگشتیم اینجا. قسمت امروز بوده که با هم امتحانش کنیم. هواپیمات خیلی قشنگه. فکر کنم مزیت پرواز اینه که وقتی پایین رو نگاه میکنی همه چی رو خیلی کوچیک میبینی. همه ساختمونا، آدما، زندگیا، دردا، مشکلا، همه چی رو به راه زینب. خوبی؟ خوبم عالیم، خیلی خوبم. خوب شد اومدیم اینجا. باشه، پس پرواز میکنیم. بله؟ عزیزم این رویای من بود و این اولین پرواز تنهای من میشه، اما من نمیخوام تنهایی پرواز کنم، میخوام تو پیشم باشی. نه فاتح من نمیتونم. تو که خیلی ذوق کرده بودی، خب با هم به پایین نگاه کنیم. بابا من میگفتم تماشاش قشنگه، حتی تصورش هم قشنگه، اما نمیپرم. زینب خیلی خوش میگذره، تو رو خدا. فاتح من نمیخوام. بهم اعتماد نداری؟ نه اعتماد دارم، میترسم. تو هم از رفتیم میترسیدی نیومدی. نه عزیزم، نه از اون نیست. شما خانوادگی کارتون با آب، منم با هوا. باز هوا برات داشت. هنوز صبر کن خانم، هنوز هیچی ندیدی. خب پس اون زینب بی کلاس اونقدر هم که فکر کردیم بی اصل و نسب نبوده. آی اصلا ملکه انگلستانم باشه که چی؟ بی کلاسی تو ذاتشه، فرقی نمیکنه. راستش دروغ چرا خاله؟ من که شوکه شدم. حالا هرچی اصلا الان مشکل ما این نیست. بذار زینب بفهمه که فاتح میدونسته، بعد ببین چی میشه. میخوای به زینب بگی؟ البته که میگم. تو خاله مقدستو نشناختی. ببین ارم جون، هرچی تو حالا نقشه کشیدیم فراموش کن، باشه عزیزم، باشه. بزرگترین برگ برنده الان تو دستمونه. من که فراموش کردم خاله مقدس، خسته‌ام شدم. من دیگه دنبال دوز و کلک نیستم. ارم این دیگه از کجا در اومد؟ من دیگه از فاتح دست کشیدم خاله مقدس. اونم منو نمیخواد، ما به جایی نمیرسیم. خب منم برای خودم غروری دارم دیگه. تو چیت شده اصلم؟ عقل تو از دست دادی؟ انگار نمیفهمی چی میگم. من چی بهت گفتم؟ برگ برنده تو دست ماست دخترم، مطمئن باش جدا میشم. وای نه، بره مبارک صاحبش باشه خاله مقدس. چی بگم؟ من میرم، یه قرار مهم دارم. شما قهوه‌تون رو بخورین خاله جون.
خداحافظ. ولش کن، من بازم جداشون میکنم تا ببینیم چی میشه. آیرم فاتح، تو چی کار کردی؟ تا جایی که معلومه نفس تو بند آوردم. فاتح بدجور، آی بدجور چیز شدی. جذاب، خوشتیپ، بگو. آره خیلی خوشتیپ شدی، اما این تیپ زدن ها برای خلبان شدن کافی نیست، درسته؟ نه بابا، پس تماشا کن. خوشگله. فاتح نه. فاتح قبول، خیلی خوب تیپ بیب زدی، باور کردم تو خلبانی، اما نمیشه امروز نپری؟ میترسی بلای سر خوش تیپین بیاد؟ آره عزیزم. آره فاتح خیلی میترسم، تو رو خدا نپر فاتح. آی من قربون اون فاتح گفتنت برم. خوشگله، قشنگ تماشا کن. یکم بعد یه نمایش عالی میبینی. زیر پامون علف سبز شد، اینا کجا موندن؟ خدا میدونه کجا. واقعا که. سلام. به خوش اومدین. وضعیت هیچ اضطراری نبود، چرا یکم دیر نکردین؟ نه بابا سلین، اتفاقا به نظر من این وضعیت خیلی هم اضطراریه. تنم سرش نمیشه، بریم. تنه به چی؟ دیگه برو. تنه به چی؟
چرا میخندی؟ بگو دیگه. چطوری؟ چه خبر؟ خوبم عزیزم، خوبم. نه هیچم خوب نیستم، همش فکرم پیش زینبه. آخ منم فکرم اونجاست. این راز فاطم موز بالا قوزه ها. یه چیزی بهت بگم؟ میگم تا الان باید حتما جنگ جهانی سوم را میافتاد مته، اما زینب داره میره پرواز کنه. من که نمیفهمم. این هیچ عادی نیست، هیچ. شاید هم زینب عوض شده، رفته ازدواج کرده دیگه، بچه دارم شده، شاید شخصیتش عوض شده. نمیشه، زینب عوض نمیشه. پاچه گرفتن تو خونشه. ببینین، برای آخرین بار بهتون میگم، جانان مثلا دوست منه، نه یه مشاوره. خب یعنی قرار معمولیه، رفتار و نگاه های عجیب غریب ازتون نبینم، فهمیدین؟ بچه ها من یه چیزی بگم، اگه زینب بفهمه پوستمونو قلفتی میکنه. اون که 100% شک نکن کنده. این زینب دیگه، اصلا شک نکن. آره بابا اصلا شکی نیست. آره دیگه. یه لحظه صبر کن، کی رفتار عجیب غریب داره سلین خانم؟ ها فکر کن. فاتح چطور بودم؟ فاتح خوشت اومد؟ خوشت اومد چیه؟ معرکه بود. گفته بودم نفستو بند میارم خانم. اولش ترسیده بودم، اما چه میدونستم با یه خلبان حرفه‌ای طرفم. اون منم. ای کاش که منم سوار میشدم. جدی میگی؟ خب بیا یه دورم با هم بشینیم. نه ولش کن، فعلا همینقدر کافی. نه بیا بعداً بازم میای. من که عالمه ازت فیلم گرفتم، عکس گرفتم. جدی میگی؟ آره. اونا رو برای منم باشه. بفرست. وایسا. سلین زنگ میزنه. الو. داداش ما همون کافه‌ای که گفته بودیم نشستیم، یادت دیگه؟ با هم برنامه چیدین نشستین. خب کیا هستن؟ فادیک، مته؟ تونستی زینب رو راضی کنی؟ آره زینب هم دلش میخواد بیاد، پس ما هم میایم. برام لوکیشن بفرست بیام باشه؟ دارن میاد. بزن قدش. فاتح چی کار میکنی؟ خب عزیزم ببین دوستامون برنامه چیدن دیگه. من چی کار کنم؟ اونا دعوت کردن نمیخوام برم. بیا پاکشون نکنی. بهشون نشون میدیم پوز میدیم. به خاطر تو این همه پرواز کردم. خب تو هم یه بار بیا کافه دیگه. چی میشه؟ من پرواز کردی فاتح. بیا عزیزم. خب چی بخوریم؟ من که خیلی گشنمه. پرواز کردم برای همین گشنمه. آره من اصلا گشنم نیست. خب نوشیدنی بگی. اونم نمیخوای؟ خب بستنی هم دارن. نگاه یه عالمه مزه‌های مختلف. خب یه بستنی بخور. مگه من بچه‌م؟ هرچی بخوام میگیرم میخورم. چه خبرتونه؟ واسه خودتون بگردیم. سلی؟ ای جانم عزیزم. عجب تصادف خوبی مگه نه؟ آره خیلی وقت بود همو ندیده بودیم، خیلی هم دلم تنگ شده بود. بیا بشین پیش ما. راستش با یه دوستم قرار داشتم، اما حالا که با هم روبرو شدیم باشه میشینم. بفرمایین بشینیم، من میرم پیش خانم. بچه ها جانان جون یه بوتیک لباس خیلی خوب داره، ما اونجا با هم آشنا شدیم. ای چقدر جاله. خب چه خبرها؟ خیلی وقت بود ندیده بودمت. راستش این روزا زیاد حالم خوب نیست سلیم. نشون نمیدم، اما زندگیم تو یه روز کلاً زیر و رو شد. چی شده؟ راستش تا 30 سالگی فکر میکردم تنها بچه یه خونه بودم، اما نگو یه خواهرم داشتم. آی چقدر سخت. خب چی شد؟ ببخشید فضولی میکنم، اما چی کار کردی؟ با مادر و پدرم زیاد حرف نمیزنم، خیلی ازشون دلخورم. خب حالا تصمیم دارین چی کار کنین؟ تصمیمتون چیه؟ به به خانم دکتر، شما هم اینجایین؟ چطورین؟ خوبین؟ سلامتین؟ دکتر؟ چه دکتری؟ جانان خانم بهترین روانشناسیه که میشناسم. حالا خر بیار باقالی برگ. روانشناس؟ آره روانشناس. روانشناس مد. این روانشناسه برای چی آیفر؟ بچه ها هماهنگ کردن، رفیق سلیم بوده. زینب میدونه؟ نه بابا چیو میدونه، خواهر زینب نمیدونه. قراره همه با هم جمعشن یه جا بشینن. حالا میگی به دردی هم میخوره آیفر؟
چرا به درد نخوره؟ درست میشه، اون همه درس خونده، دکتر شده. مگه دکتر شدن کشک خواهر؟ اینا 40-50 سال درس میخونن. این تا بچگی زینبو میکشه بیرون، همه چی رو حل میکنه. خیالت راحت. وای آیفر، امیدوارم فایده کنه. به جون خودت قسم نه، به جون هر کی دوست داری یه ذره خواب به چشم نیومده آبجیجو. میشینم پا میشم به زینب فکر میکنم. آخ الهی قربونت بشم، من یادگارم. تو چرا انقدر قصه میخوری؟ انقدر خودت هلاک نکن خواهر. به خدا میزنه یه چیزیت میشه ها. خواهر تو باید قوی باشی، تو باید قوی باشی که خانواده رو سر پا نگه داری. تو نگران نباش، فادیک هر کاری بتونه میکنه، رازش میکنه حرف بزنه. راست میگه آیفر؟ مگه نمیشناسیش؟ فادیک دختر منه. خدا کنه آیفر، چی بگم؟ آخ یادگار بیچارم. اوی زینبم، اوی زینب. حالا همه به کنار. تو چطور با من این کارو کردی فادیک؟ تو بهتر از همه منو میشناسی. یه ذره هم برات ارزش ندارم. چطور فکر کردی گول همچین کلک خنده‌داری رو میخورم؟ زینب ببین تو واقعا داری اشتباه میکنی. زینب ما به خاطر خوبی خودت. آره آبجی، باور کن ما هیچ قصد بدی نداشتیم، باور کن. زینب ما هر کاری میکنیم به خاطر خودته. یعنی با کلک زدن و پنهان کاری میخواستین بهم کمک کنی؟ چرا هیچ کس مثل آدم نمیشینه با هم حرف بزنه ها؟ چرا همش یه چیزایی ازم قایم میکنین؟ من دیوونه‌ام، عقلمو از دست دادم؟ زینب ببین همه میخوان به من کمک کنن، میخواین نذارین ضربه بخورم. عمم، شما، بابا، کاریتون نباشه آقا جون. هیچ کس سپر بلام نشه، چون هر بار هر کی میخواد هممو داشته باشه بیشتر از همه ضربه میخورم. زینب تو جریان دکتر رو میدونستی؟ البته که نمیدونستم عزیزم، از کجا میدونستم؟ کل روز با هم بودیم. حالا که میخواین بزنین بشکنن، به خواستتون رسیدین. خوب شد دیگه، تموم شد، نمیخوامتون. شما دیگه چجور آدمایی هستین؟ زن من از خودش دفاع میکنه، بسه. چیشه؟ حتما بگید بستریشون کنیم، اما جفتشون، زن و شوهر با هم. بابا! زینب بابا! زینب نوبت تو هم میرسه عمه. بابا! بابا! اون کجاست؟ بابا! زینب بابا! بابا! چه خبره؟ زینب خیلی دلم میخواد بدونم برای این کار چه توجیهی داری. زود باش بگو. ببین دخترم، مادر از این دروغو به خاطر خیر و صلاح. کجاش به خیر و صلاح منه؟ تو چطور با من این کارو کردی؟ حالا همه چی به کنار، نگفتی اعتمادم بهت از بین میره؟ چه کار میکردم؟ میخواستی بذارم زنی که عاشق شد برو ول کردم بگی مامان؟ حق این کارو نداشتی. مجبور بودم. نه خیر نبودی. حق نداشتی یه بچه رو با حسرت داشتن مادر بزرگ کنی. ببین دخترم، تو هر چی بگی، هر کاری بکنی حق داری. منم جای تو بودم همین کارو میکردم، اما من اول گوش میکردم ببینم جریان چی بوده. این دروغی نیست که بشه به این راحتی یا گفتش. درسته، هیچ همچین دروغی نیست. این دروغیه که سالها انبار میشه و وقتی بعد از یه عمر فاش میشه جیگرتو آتیش میزنه. همچه چیزی نیست. ببین ما شما برای من مردین، میفهمی؟ یکیتون که از اول مرده بود، حالا بقیه‌تونم مردی. دیگه تو زندگیم کسی رو ندارم که بهش اعتماد کنم. هیچ میدونی چقدر یه آدم رو عذاب میده بابا؟ نمیدونی. تو عمه، تو چطور با من همچین کاری کردی؟ من یه عمر تو رو جای مادرم گذاشتم. هر بار دلم براش تنگ میشد تو رو بغل میکردم، همه یه رازامو بهت میگفتم. چطوری این کارو با هم کردی؟ زینبم، هرچی بگه حق داری، میدونم. بله حق دارم. من یه عمر التماستونو کردم یه دونه عکس بهم نشون بدی. چون میخواستم برم سر خاکش منو نبردی خونه ی ریزمون. زینب بسه، اینا هم ناراحتن. ببین
ولش کن. زینب چیه مریم خانم؟ باز اومدیم به این پیشنهاد کار بدیم؟ زینب گوش کن، هر چی بگی حق داری، اما هیچی بی دلیل نبوده. هنوزم میخواین توجیه کنی؟ منم مادرم مریم خانم و تو این دنیا هیچ دلیلی نمیتونه منو از بچم جدا کنه. دیگه عاشق کسی شدن و از اون دست کشیدن که من از هیچ کس دست نکشیدم. این واقعیت نیست. حرفتون رو باور نمی کنم. اعتماد ندارم به هیچ کدومتون. برا من مهم نیستید. زینب ولش کن، بهش گیر نده. شوکت باید باهاش حرف بزنیم، باید همه چی رو تعریف کنیم. مریم اون دختر خودمونه، هرچی بیشتر گیر بدی بیشتر فرار میکنه. مشخصه خواستن من و تو هم کافی نیست، وقتی خودش بخواد حرف میزنیم. دوبله شده در استودیو جم. تو همه مشکلات رو فقط به خاطر اینکه زینب ناراحت نشه تحمل کردی. زینب کور نیست که اینا رو نبینه داداش. خدایا بدجور تو گلگیر کردم. دارم خفه میشم سلی. تو ذهنم همش دارم با زینب حرف میزنم. بهش میگم از ترس اینکه تو رو از دست بدم نتونستم بهت بگم، دروغ گفتم. زینبم میذاره میره. هرچی میدوام دنبالش زینب فرار میکنه. دیگه هرچی هم بگی برای من هیچ اهمیتی نداره. حتی یک کلمه هم نمیخوام ازت بشنوم فاتح. زینب بشین حرف بزن. حرفی برای گفتن نمونده گلسوم خانم.